مفتشان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان عبدالغفار حکمت‌الله زاده رئیس ناحیه رودکی را در رابطه با بازداشت رستم رحمانزاده سرمعمار این ناحیه بازپرسی کردند. چند منبع رادیوی آزادی خبر دادند که رستم رحمانزاده نیمه ماه اوگوست با گمان گرفتن 2 میلیون سامانی پاره از یک صاحبکار بازداشت شده است. عبدالغفار حکمت‌الله زاده سال 2023 معاون اول دادستان کلی تاجیکستان بود و در یک تصمیم کم سابقه رئیس ناحیه رودکی تعیین شده بود. همکارانم این موضوع را تحقیق کردند و حالا همکارم خیرامان بقازاده آن را خلاصه می‌کند. خیرامان، چی جزئیاتی از بازداشت سرمعمار ناحیه رودکی و بازپرسی رئیس این ناحیه به دست آمده است؟ سلام بینندگان عزیز، از صحبت خبرنگاران رادیوی آزادی با چند منبع آگاه چنین خلاصه می شود کرد که سرمعمار از یک صاحبکار برای قطعه زمین به خاطر بنیاد منزل بلندآشیانه 2 میلیون سامانی پاره گرفته است. همصحبتان رادیوی آزادی گفتند که این صاحبکار 2 سال اخیر تلاش داشته است که از زمین‌های ناحیه رودکی و نزدیک به شهر دوشنبه جای بگیرد، ولی گویا او را بارها فریب دادند. نظر این صاحبکار و افراد بازداشت شده فعلا معلوم نیست. در حکومت ناحیه رودکی نخواستند با رادیوی آزادی صحبت کنند، ولی به گفته منبع‌های رادیوی آزادی سرمعمار رستم رحمانزاده زمان بازداشت شده است که در اتاق کاریش 500,000 سامانی را از دست صاحبکار گرفته است. 1.5 میلیون سامانی را چند روز پیش از بازداشتش گرفته بوده است. همصحبتان آزادی گفتند که دلیل مستقیم دست داشتن خود عبدالغفار حکمت‌الله زاده در گرفتن پاره نیست، ولی روز گرفتن پاره معین شده است که رئیس ناحیه شخصاً به آن قطعه زمینی که باید به صاحبکار میدادند رفته فوری برای دادن زمین رضایت داده است. دقیقاً سال 2023 عبدالغفار حکمت‌الله زاده زمان رئیس ناحیه رودکی تعیین شده بود که 3 مقام بلندپایه حکومتی این ناحیه از جمله یک کارمند دادستانی به گمان زمین فروشی و گرفتن بیش از 100,000 دلار رشوه دستگیر شده بودند. آن زمان منبع‌های رادیوی آزادی گفته بودند که پرزیدنت امام علی رحمان معاون اول دادستان کل را به آن خاطر رئیس این ناحیه تعیین کرد که به درد بی‌دوای زمین فروشی خاتمه دهند. خیرامان، چرا از همه بیشتر در ناحیه رودکی حالت دادن غیرقانونی زمین ثبت می شود؟ مومن، یک دلیل اصلی ظاهراً نزدیکی جایگیرشوی نزدیک این ناحیه به پایتخت تاجیکستان است. نزدیکی به پایتخت ساکنان زیادی را از گوشه و کنار تاجیکستان برای صاحب شدن زمین برای ساختن منزل زیست به این ناحیه میکشد. مقامات بارها اعلام کرده بودند که از همه بیشتر در این ناحیه موردهای غیر قانونی فروش و اشغال زمین آشکار شده است. رادیو آزادی در یک تحقیقات سال 2020 هم معلوم کرده بود که در تقسیم غیر قانونی زمین رئیس آن وقته این ناحیه رستم اکرمزاده نیز دست دارد. دلیل های پیدا شده نشان داده بود که او به چند تن از نزدیکان خود زمین برای بنیاد منزل زیست داده است. پس از نشر مقاله او از منصب برکنار شد. تحلیل ها نشان می‌دهند که از همه بیشتر در قیاس با دیگر نواحی تاجیکستان شهروندان تلاش زندگی در همین ناحیه را می‌کنند. تنها در دوام 10 سال اخیر اهالی این ناحیه 125,000 نفر زیاد شده است و شماره اهالی در همین ناحیه حالا به حدود 2 میلیون نفر میرسد. تشکر خیرامان.